سلام، من مسعود ترکمنشهر هستم از تلویزیون پرتو واحد نروژ. امروز اکسیون داشت، احزاب چپ اکسیون داشتن در مقابل پارلمان دولت نروژ و امروز مصاحبه کوتاهی داریم با رفیق عثمان رحمانی در خصوص امروز. سلام رفیق. رفیق من سلام خیلی کوتاه ازتون میپرسم. امروز چرا میگه؟ به خاطر اینکه حمله وحشیانه اسلام و مردم بی‌دفاع کردستان سوریه و بویژه فلانی اینو احساس کردم که به مانند یک انسان علاوه به هر افکار سیاسی دارم بیام با این مردم علیه این تجاوز وحشیانه داعش و اسلام که ابزار دست امپریالیسم اعتراض کنند و اسلام و باصلای علیه اسلام سیاسی داعش ابزار خود را ابراز کنند. من هم خودم یکی وظیفه انسانی باید میام. رفیق عثمان، من مثل همیشه امروز شما را مثل همیشه با انرژی می‌بینم در کنار خودم، خیلی خوشحال اومدید. فکر می‌کنید که تجمع این اکسیون و تجمع اشخاص چپ فکر می‌کنید مسئول ثمر باشه؟ به نظر من هر جای اعتراض باشه میتونه مؤثر باشه و جایگاه خودش رو داره. اگر نداشت نمی‌اومده اینجا کیلومترها اما هنوز کمه. باید این حرکات جهانی که باید توده‌های مردم و توده‌های خود را واقف بدونه و موظف بدونه که اگر امروز قربانیت فردا جامعه دیگه در ایران چه شباهتی بین دولت اسلامی عراق و دولت داعش در ایران و داعش در ایران؟ اسلام یکیه، اما اسلام‌های مختلفی نداره. اسلام یک ایدئولوژی ضد انسانیه، ابزاری در دست سیستم سرمایه‌داری که این ابزار بهترین ابزاری برای سرچوب هر نوع خاص اعتراض و حرکت انقلابی که های مردم هستم از ناعدالتی برای اسلام ایران و عراق و داعش و اینا. داعش اسلام واقعیه، اسلام حقیقیه، اسلامی است که اسناد محمدی رو گرفته تا اون کسی که نماز میخوانه و به رو و قبله میرسه. ممنون رفیق عثمان، خیلی خوشحال شدم که امروز وقت به من دادید و متشکرم از این. منم همینطور و سلام به همه بینندگان تلویزیون متشکرم. مسعود ترکمنشهر هستم. 7 سپتامبر 2014.